إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شبه اول چی بود؟ که این بله سوره و این آیه مدنیه یا مکیه؟ چی بود؟ مکیه. و جریان غدیر بعد از هجرت بوده. پس شبهش اینه که این آیه و این سوره در مکه نازل شده، یعنی دورانی که در مکه معظمه بودن، و جریان غدیر در اواخر عمر شریف پیامبر اکرم بوده، یعنی تقریبا 23 سال، یعنی 10 سال از هجرت گذشته. خب چطور میشه این سوره‌ای که در مکه 20 سال قبل از غدیر نازل شده است، چطور میشه راجع به غدیر باشد، راجع به ولایت باشد؟ این شبهه بود. یادتون هست؟ این ما جوابش دادیم یا جواب ندادیم؟ جواب دادیم. گفتیم که بالاخره منافات ندارد که سوره‌ای مکی باشد ولی یک آیه، دو آیه، بعضی از آیاتش در مدینه نازل شده باشد. و برای شما ما 17 نمونه آوردیم سوره هایی است که به اتفاق مفسرین در مکه نازل شده، منتها بعضی از آیاتش در مدینه نازل شده. پس وقتی که میگیم سوره معارج، سأل سائل، میگیم این سوره مکیه، یعنی مجموع من حیث المجموعش مکیه، نه جمیعش. منافات ندارد که مجموع من حیث المجموع مکی باشد اما بعد از آیاتش در مدینه نازل شده باشد، کما اینکه موارد زیادی هم در قرآن داریم. این یک جواب از شبهه اول.